این ویدیو درباره ساخت اولین اتوبان کشور توسط محمد رضا شاه آخرین پادشاه ایرانه. تو این ویدیو قراره ما بدونیم این اتوبان کی و چجوری و با چه هزینه‌ای ساخته شد. عصر روز 9 اردیبهشت سال 1346 اولین اتوبان ایران افتتاح شد که روزنامه اطلاعات اون رو اینگونه گزارش کرده بود: با قطع نوار سرنگ به وسیله وزیر راه، شاهراه تهران کرج و راه بدون تقاطع و سرعت ایران گشایش یافت. داستان اتوبان تهران کرج از اونجایی شروع شدش که در دهه 40 شمسی تعداد خودروها و میزان ترافیک به ویژه در تهران رو به افزایش گزارش اعلام شده بود و خروجی غربی پایتخت دیگه ظرفیت ترافیکی کافی و اونطور نداشت. کرج یک منطقه خوش آب و هوا محسوب میشد که میتونست تفرجگاه مناسبی برای مردم به حساب بیاد. همچنین این منطقه راه ارتباطی با شمال کشور و شهرهایی مثل قزوین محسوب میشد. قبل از اون جاده دیگه‌ای از تهران به کرج ساخته شده بود، اما با گسترش استفاده از اتومبیل جاده متصل به کرج تحمل بار ترافیکی رو دیگه نداشت. تو آبان ماه سال 41 شمسی محمد رضا شاه تصمیم میگیره تا برای کنترل بار ترافیکی راه مناسبی برای اتصال تهران و کرج بسازه و راهی که امروزه با عنوان اتوبان تهران کرج و اون زمان با نام شاهراه تهران کرج ازش یاد می شده. چند ماه بعد از تصمیم دولت برای احداث این اتوبان، روزنامه اطلاعات گزارش دادش که در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه سال 1342 اولین کلنگ شاهراه کرج به زمین زده شد. مراسم آغاز به کار این اتوبان در منطقه مبدأ اتوبان یعنی 1400 متری سراه مهرآباد توی جاده کن انجام شد. اون موقع اعلام شدش که اتوبان در مسیر خودش خیابون‌های 45 متری رو که از سراه مهرآباد به طرف هتل هیلتون داوودیه میره قطع میکنه و بعد از عبور از کارخونه‌های علاءالدین و کیم و جیپ به سمت کاروانسرای سنگی و وردآورد میره و اونجا رو دور میزنه و از روی رودخونه کرج میگذره و به سمت جاده قزوین امتداد پیدا میکنه. ساخت این مسیر 41 کیلومتری به یک شرکت ایرانی واگذار شد تا شرکت بعد از اتمام کار هزینه‌های اعلام شده رو از طریق عوارضی که مردم میپردازن وصول کنه، چرا که اگه ساخت راه به شرکت خارجی سپرده میشد باید بخش بزرگی از بودجه عمرانی کشور به این شرکت داده میشد. هزینه ساخت این بزرگراه در آغاز 50 میلیون تومان برآورد شده بود که در پایان کار نزدیک به 60 میلیون تومان رسید. کار ساخت این شاهراه 41 کیلومتری که با جدیت تموم شروع شده بود و ادامه داشت نزدیک به 3 سال و 9 ماه بعد به پایان رسید. روزنامه اطلاعات در گزارشی به تاریخ آذر ماه سال 1345 از اتمام این راه می‌نویسه: کار ساختمان اتوبان کرج به اتمام رسید و پل نیمه تمام اون در محل تلاقی شاهراه جدید با جاده قدیم ساخته شد و ماموران الان مشغول سیمکشی و نرده‌کشی و خطکشی اطراف و وسط جاده هستند تا کمیسیون راه مجلس رقم باجراه رو تصویب بکنه و از این شاهراه اجازه عبور داده بشه. در حال حاضر اتومبیل‌ها از شاهراه رایگان عبور می‌کنند و کسی از اونها حق عبور مطالبه نمی‌کنه. ولی ماموران مشغول ساختن پاسگاه‌های عوارض هستند که در اول و آخر شاهراه نصب بشه و بعد از تصویب کمیسیون رانندگان با پرداخت باجراه در شاهراه حرکت می‌کنند. توی این اتوبان حرکت ماشین‌ها با سرعت حداکثر 100 کیلومتر بر ساعت صورت می‌گرفت. در ادامه گزارش به خروجی‌های اتوبان و هزینه اون اشاره شد. در نهایت بعد از پایان ساختن راه، وزیر راه وقت با قطع نوار سرنگ شاهراه تهران کرج رو افتتاح کرد. بعد از افتتاح اتومبیل هویدا به اون وارد شد و رئیس دولت 1 تومان به عنوان نخستین عوارض این راه به صندوق دولت پرداخت کرد. چند ماه بعد اولین اتوبان ایران آماده افتتاح بود. مراسم افتتاح اون در عصر روز 9 اردیبهشت ماه سال 1346 با حضور نخست وزیر وقت آقای هویدا و همسرش، وزیر راه آقای شالچیان، وزرا و نمایندگان مجلس، افسران ارتش و مهندسان راهسازی برگزار شد. توی این مراسم هویدا قیچی رو به دست وزیر راه داد تا به پاس خدماتی که برای احداث این کار کشیده خودش اونو افتتاح بکنه. بعد از اون که وزیر راه نوار سرنگ را قطع کرد و اتوبان برای عبور باز شد، اتومبیل هویدا به عنوان اولین وسیله نقلیه بعد از افتتاح شاهراه در اتوبان به حرکت در اومد. راننده اتومبیل در برابر پاسگاه عوارضی ایستاد و بعد از پرداخت عوارض دهریاری راه به سرعت در اتوبان حرکت کرد. اما ماجرای عبور و مرور توی این شاهراه در همینجا ختم نشد و این تازه شروع ماجرا بود. چرا که رانندگان از همه جا بیخبر و اتوبان ندیده طرز استفاده از این شاهراه رو نمیدونستن.
و باید در برابر قوانین حرکت توی اتوبان و لزوم پرداخت عوارض راه توجیه می‌شدند. همین شدش که وزارت راه دستورالعملی رو برای رانندگی در اتوبان تهیه و در روزنامه‌ها منتشر کرد. در بخشی از این دستورالعمل اومده بودش که در اتوبان کلیه راه‌های فرعی و خیابان یا از بالا یا از زیر اتوبان عبور داده شده. پس شما با خیال راحت میتونید حرکت کنید. سرعت مشخص شده توی اتوبان برای اینه که کلیه راننده‌ها با سرعتی مشابه حرکت کنن و از راحتی بیشتری بتونن برخوردار باشن. توی اتوبان نباید با سرعت بسیار کم حرکت کرد. جالبه که پروژه‌ای با این عظمت که برای اولین بار و بدون تجربه قبلی اجرا می‌شد، نزدیک به 60 سال قبل و با امکانات محدود زمان خودش تنها توی 3 سال و چند ماه به پایان رسید. شاهراهی که ابتدا برای تردد روزانه حداکثر 96,000 خودرو ساخته شده بود. بعد از 56 سال هنوز بستر حرکت 240,000 خودروه. به نظر شما 60 سال قبل با اون امکانات محدود چجوری محمد رضا شاه تونست این شاهراهو بسازه و اگه فرصتش برای حکومتداری بیشتر بود چه کارهای دیگه‌ای میتونست برای کشورش انجام بده؟ حتما برامون کامنت کنید. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید.